در دل شبی تاریک و هولناک 3 سوار ترسناک که هر کدام شمشیر و شلاقی به بر داشتند به آرامی از دیواره‌های شهر عبور کردند و به آن وارد شدند. یک سوار نامش قحطی، دیگری آنفولانزای اسپانیایی و آخری وبا بود. طبقات فقیر، پیر و جوان همچون برگ پاییزی در برابر حمله این سواران بیرحم فرو می‌ریختند. چه بلایی بر سر ایران ما آوردند؟ طی سالهای 1296 تا 1298 ایران با وجود اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی اول آسیب وحشتناکی از این جنگ ویرانگر دید. به نحوی که طبق مطالعات دکتر محمد قلی مجد بیش از 8 میلیون ایرانی بر اثر آن قحطی بزرگ از دنیا رفتند. ظلمی که با وجود گذشت بیش از 100 سال هرگز فرصتی برای بررسی دقیق و دادخواهی از مسببین آن به آسیب دیدگانش داده نشده است. هنوز اسناد و مدارک این واقعه در طبقه بندی محرمانه انگلستان به عنوان بازیگر اصلی ماجرا قرار دارد. در ادامه به 3 عامل اصلی به وجود آورنده قحطی بزرگ اشاره خواهیم کرد. اولین عامل قحطی تغذیه نظامیان بیشمار بریتانیایی از غلات ایران بود. همین کمبود ارزاق در بازار ایران تورم افسار گسیخته و نهایتاً احتکار و تشدید قحطی را منجر شد. انگلستان می توانست همه یا بخشی از غلات را از هند وارد کند، اما برای اینکه ظرفیت ناوگان دریاییشان صرف حمل مواد غذایی نشود، تصمیم گرفتند از ایران تغذیه نیروها را تأمین کنند. به علاوه دولت ایران در آن برهه به شدت ضعیف شده بود. عمر هر کابینه به طور میانگین به 4-5 ماه رسیده بود. کشور در وضعیت نابسامانی قرار داشت و دولت از درآمد کافی برای مدیریت بحران برخوردار نبود. این در حالی است که در همان شرایط انگلستان از اعطای کامل حق ایران از عواید فروش نفت و نیز درآمدهای گمرکی سر باز می‌زد. مردم ایران تجربیات تاریخی تلخ و مهمی دارند، اما علیرغم ظلمی که در مقاطع گوناگون به آنها شده، هرگز حاضر به عقب نشینی و پذیرش ذلت نشدند. با ما همراه باشید.